محمد حیدری هستم، اهل روستای مرندیز از توابع شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی. من در سال 96 از شهر کاشمر مهاجرت معکوس کردم به روستای مرندیز. هدفم هم راه اندازی حوزه گردشگری، اشتغال خرد خانگی بوده. از کوچیکی همیشه برام سوال بود که روستای کویری ما چه ظرفیت و توانمندی داره. انقدر این سوال برام خاص بود چون من در کودکی پدرم از دست دادم و دلیلی شده بود برام که چرا خانواده من توی روستای کویری که معروف به سرزمین موجهای خاکی موندن. متاسفانه الان خشکسالی شده، کشاورزی‌ها شده تک محصولی، دامپروری‌ها تقریبا از بین رفته. همین سوال همیشه ذهن منو درگیر داشت که حالا به عنوان کسی که رفته تحصیلات گرفته برگشته چه کاری میتونه در سطح روستا انجام بده که حداقل اوضاع اقتصادی، اشتغال خرد خانگی رو بتونه کلید بزنه. همیشه این سوالات تو ذهن من بود. اولین کاری که انجام دادم منزل شخصی، منزل پدری رو تبدیلش کردم به اقامتگاه بومگردی و کارگاه صنایع دستی. با توجه به اینکه روستای مرندیز 3100 نفر جمعیت روستاست و چیزی در حدود 950 تا بافنده خانم در سطح روستا هست، به لحاظی که هم آقا و هم خانم روستای مرندیز بافنده هستند و ما بتونیم یک تنوع ایجاد کنیم در بین بافنده ها، منم خلاقیتی انجام دادم و با پوست احشامی که در سطح روستا هست آمدم فرش تولید کردم. به این صورت که مثلا خانوما فرش دستباف، آقایانم میتونن فرش پوستین با پوست احشام تولید. پوست گوسفند و پوست احشام رو فراوری کردم، تبدیل کردم به فرش، پشتی، دوشک و لحاف و اینا. با چرمی که در سطح روستا تولید کردیم، کفش‌های چرمی انواع مختلفی دوختم. بعد با تحقیق پژوهشی که در سطح روستا انجام دادم متوجه شدم که روستا برخوردار از گوهر سنگ‌ها، علل خصوص سنگ‌های عقیق و سنگ‌های قیمتی هست. خب به دل طبیعت رفتم، طبیعت گردی انجام دادم، جاهایی که میشه داخل سنگ عقیق و پیدا کنی رو شناسایی کردم و ساعتها وقت گذاشتم و خیلی از فرصتها رو بابت این موضوع شاید از دست دادم و پیدا کردن سنگ‌های عقیق جمع‌آوری و آوردم داخل منزل دپو کردم. با فروش سنگ‌های خام که تونستم دستگاه‌های اولیه رو برای فراوری خریداری کنم. کم کم شروع کردم به فراوری و نوآوری. با فراوری سنگ‌ها، نگین انگشتر، دست کلید و آویزی و انواع مختلفی رو در داخل کارگاه الان دارم درست میکنم. روستای مرندیز